حلکاری رو میشناسی؟ حلکاری یکی از بخش‌های تزیینات تشعیر هست که در اون از گل‌های خطایی استفاده میشه. در قدیم برای اجرای این نقوش از طلای حل استفاده میکردن. برای همین هست که اسم حلکاری رو روی اون گذاشتن. خب از طلای حل استفاده میکردن یعنی چی؟ یعنی می اومدن طلا رو میسابیدن، از ذرات بسیار ریز و میکرونی اون استفاده میکردن، با قلمو روی سطح کاغذ میکشیدن و نقشای زیبایی هم خلق میشده. اما الان با گواش آبرنگ هم میشه نقشای بسیار زیبایی رو در نتیجه کار داشت. بذار واسط بگم که این هنر رو میتونی روی انواع بسترها مثل پارچه، چرم، ظرفای مینا، کاغذ، چوب یا حتی سفال و نقاشی‌های دیواری اجرا کنی و از امتیازاتی که داره این هست که وسایل آنچنانی نمیخواد. تنها با یک قلم و یک رنگ میتونی یه دنیا نقش ایجاد کنی. اجراها سرعتشون خیلی بالا هست، برای همین دستت بازه که بخوای یه سطح وسیع رو با حلکاری اجرا کنی. میشه به عنوان مشاغل خانگی اون رو در نظر گرفت چون که نیاز به کارگاه و مکان بزرگ نداره.